سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 16 ینوار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. یک منصبدار در پنجکند در پی بازپرسیش در مقامات خود را به دار آویخته است. داستان کل یوسف رحمان نیز به حمایت از زن تاجیک سوریا دوسایوا به مقامات روسیه درخواست فرستاد. مسافر هواپیمای مسکو خوجند طفلش را در وقت پرواز به دنیا آورده است. میرزیوف در پی ناراضگی مردم از بیبرقی و بیگازی حاکم تاشکند را از کار راند. در استرافشان یک راننده ناظر ملیسا را پخش کرده است. باز یک محبوس تاجیک در جنگ اوکراین کشته شد و اکنون تفصیلات خبرها. یک کارمند ریاست حفظ اجتماعی و نفقه شهر پنجکند که خویشاوند نزدیک معاون رئیس ولایت سوخت زینورا عظیمی بود، در پی بازپرسیش از جانب مقامات ضد کروپسیا خود را دور کشیده است. چند منبع از شهر پنجکند روز 16 ینوار سال 2023 در صحبت با پایگاه خبری بامداد با تصدیق این خبر گفتند که حادثه روز 11 ینوار رخ داده است. مقامات تا کنون به طور رسمی این حادثه را شرح ندادند، ولی بنا به اطلاع دریافتی ریاست اگنتی نظارت دولتی مالیوی و کروپسیا در شهر پنجکند بر اساس نشانداد یک کارمند ریاست حفظ اجتماعی و نفقه شهر پنجکند یک مورد پولشویی 4 سال پیش در این اداره را آشکار میکند. در این معامله چند نفر گمانبر میشوند و در نهایت گناه به سر مرحوم بار میشود. چند روز قبل از مرگش مقامات ضد فساد او را پی هم برای بازپرسی دعوت کردند. بین مرحوم و مقامات چه گپ و گذار میگذرد به کسی معلوم نیست. تنها همین چیز معلوم است که مرحوم پیش از خودکشی مکتوب نوشته است که آن را مقامات پروکراتور از جیبش پیدا کردند. مرحوم شوهر خواهر معاون رئیس ولایت سوخت زینورا عظیمی میباشد. به گفته منبع‌های پایگاه خبری بامداد حالا تفتیشات ادامه دارد و 2 نفر از آنهایی را که نامشان در مکتوب ذکر شده است برای بازپرسی به مقامات بردند. یک همصحبت بامداد میگوید حادثه به این مانند چند سال پیش هم در پنجکند رخ داده بود. آن زمان رهبر فوند نفقه شهر هم از فشار مقامات خود را آویخته بود. مرکز مطبوعات داستانی کل تاجیکستان روز 14 ینوار سال 2023 خبر داد که داستانی کل یوسف رحمان با ارسال یک درخواست رسمی به داستانی کل روسیه خواستار تامین تفتیشات خالصانه و همطرفه قضیه شهروند تاجیکستان سیارا دوسایوا شد. این زن تاجیک به کشتن یک همکارش در ولایت مسکو ایبدار می شود. داستانی کل تاجیکستان با حمایت از این زن تاجیک نفر کشته شده را تشبسکار نزا نامید. در بیانیه داستانی کل تاجیکستان چنین گفته می شود: در شبکه اینترنت نوار لاتوکوب شهروند جمهوری تاجیکستان سیارا دوسایوا در کاوخانه خینکال تبلیسو واقع در خیابان استراخ شهر میتیش ولایت مسکو که بر اثر زخمای کار تشبسکار نزا به هلاکت رسیده است پنهان گردیده است. وابسته به این در اساس سازشنامه همکاری بین پروکراتور گنرالی جمهوری تاجیکستان و پروکراتور گنرالی فدراسیون روسیه از 21 دکامبر سال 2009 به پروکراتور گنرالی فدراسیون روسیه جهت تامین نظارت تفتیش خالصانه و همطرفه قضیه مذکور درخواست ارسال کرده شد. تفتیشات ادامه دارد. داستانی کل علاقه دومین منصبدار بلندپایه تاجیکستان است که به حمایت از حقوق این زن تاجیک صدا بلند کرد. از این قبل روز 10 ینوار وزیر کارهای داخلی تاجیکستان جنرال پالکوونیک میلیتسیا رحیمزاده رمضان امران نیز وابسته به حادثه روز 4 ینوار سال 2023 که در طرفخانه خینکال تبلیسو واقع در شهر میتیش ولایت مسکو روسیه با شهروند تاجیکستان سیارا دوسایوا رخ داد، به وزیر کارهای داخلی روسیه جنرال پالیتسیا کالاکولتسف برقه ارسال نموده خواهش کرده بود که جهت واقعانه بررسی نمودن حادثه مذکور و تحت نظارت قرار دادن تفتیش این قضیه مساعدت نماید. یک زن که از شهر مسکو روسیه به شهر خوجند تاجیکستان پرواز میکرد طفلش را هنگام پرواز به دنیا آورده است. تلگرام کانال شوت روز 13 ینوار سال 2023 با نشر عکس‌های این طفل نوزاد با اعضای اکیپاژ خبر داد که اوشخان در عرفه سال نو در بلندی چند هزار متر در آسمان دیده به جان شد. بنا به اطلاع رسانه‌ها این حادثه در داخل تالار هواپیمای ایروبوس شرکت هواپیمایی اورالسکی اویالینی در عرفه سال نو رخ داده است.
این هواپیما از فرودگاه ژوکوفسکی در کنار مسکو به قصد تاجیکستان به پرواز خست، ولی بعد اون که هواپیما الکی به آسمان بلند شده بود، یک زن مسافر به میمانداران هواپیما مراجعت کرده از سر شدن درد زایشش خبر داده است. از بس که تا رسیدن به حجت انو چند ساعت دیگر باقی مانده بود، اهل اکیپاژ باید این مسئله را به صورت عاجل حل میکرد. کریستینا کلیویوا سردار میمانداران این پرواز نقل کرده است که آنها به سرخلبان خبر دادند و توسط بلندگویک اعلام کردند که اگر در بین مسافران طبیبان باشند از خود درآمدند. از بین مسافران یک تولدخانه سیار جمع شد. معلوم شد که در بین آنها 4 نفر از اهل طب بودند، یک طبیب گینکولوگ یا طبیب نوزادان، یک طبیب رنتگنولوگ و 2 آکوشرکه. به آنها میمانداران هواپیما با تامین زایشگاه با بالشت‌ها، سلفیتکا و آب کمک رسانیدند. کریستینا کلیویوا چنین نقل میکند 4 نفر از بین مسافران که خوشبختانه 2 طبیب و 2 دیگرش آکوشرکه بودند اظهار کمک کردند. سرخلبان پرسید که آیا ضرورت است که او در یگان فرودگاه نزدیکترین بنشیند، ولی طبیبان از این پیشنهاد دست کشیدند و گفتند که ضرورت نیست، آنها خودشان این کار را انجام میدهند. ویکتور کی میماندار دیگر این پرواز نقل کرده است که در آشخانه قسمت پیش هواپیما ما بالشت‌ها و پلیونکاها را پهن کردیم و این جوان زن همانجا طفلش را به دنیا آورد. یک لحظه های راستی فراموش نشونده بود. این لحظه ها تقریبا بعد 1 ساعت با کمک طبیبان و میمانداران طفل این زن صحت و سلامت به دنیا آمد. این دخترچه نوزاد 46 سانتی متر قد و 2 کیلو و 600 گرم وزن داشت. بعد تقریبا 2 ساعت دیگر هواپیما الکی با 220 مسافر در خوجند فرود آمد. مادر خوشبخت را با طفل نوزادش از فرودگاه به بیمارستان بردند. بنا به اطلاع تلگرام کانال شد این طفل را عایشه خان نام گذاشتند. او حالا در خانه اش است و سلامتیش خوب است. موردهای در وقت پرواز تولد کردن زنان مسافر کم است و گاه روی میدهد. شرکت‌های هواپیمایی به پرواز زنان حامله در ماه‌های آخرین تولدشان اجازت نمیدهند، ولی برخی زن‌های حامله با هر راه یگان علاج کرده از نظارت میگذرند و به داخل هواپیماها راه مییابند، مثل مادر عایشه خان که از این به بعد هر باره که از جای تولد فرزندش اگر بپرسند حتما جواب خواهد داد که او در آسمان به دنیا آمده است. پرزیدنت ازبکستان شفقت میرزیویف صبح 16 ژانویه سال 2023 در رابطه با ناراضگی‌های مردم از تامین اهالی با برق و گاز و گرمی در این روزهای سرد بی‌سابقه یک نشست ویژه برگزار کرده در جریان آن از مقامات برای نوآمدگی به موسم زمستان انتقاد کرد و چند منصبدار بلندپایه از جمله حاکم تاشکند، معاون وزیر انرژتیک و سردار نیروگاه برق و گرمی را از کار رانده به 3 حاکم دیگر حیفتو اعلام کرد. میرزایف در این جلسه گفت من از حال و احوال هر عائله و هر یک انسانی که این شب و روز از سردی عذاب میکشند خیلی سخت در تشویش هستم. شفقت میرزایف گفت حالت پیش اومده نشان داد که رهبران سوها و منطقه ها چگونه کار میکنند. به عقیده او وضعیت نشان داد که رهبران تمام سطح‌ها در پایتخت ازبکستان شهر تاشکند به وضعیت در این روزهای سرد پیش اومده تیاری ندیدند. روزهای آخر از گوشه‌های گوناگون ازبکستان اساساً از شهر تاشکند ویدیوها با اعتراض ساکنان از قطع شدن انتقال برق و گاز و آب گرم به محله‌هایشان نشر میشد. به سبب آن در جریان مجلس میرزایف حاکم تاشکند جهانگیر آرتیک خوجایف، معاون وزیر انرژتیک ازبکستان شهرزاد خوجایف، رهبر اتحادیه نیروگاه برقی و آب گرم، رهبر اتحادیه نیروگاه برق و آب گرم فرهاد عبدالرحیموف را به دلیل اینکه وضعیت را از پیش ارزیابی کردن نتوانستند و به فصل زمستان به طور باید تیاری ندیدند از منصب‌هایشان راند و به حاکمان 3 ناحیه پایتخت ازبکستان یونس آباد، میرزا اولوغبک و اوچتیپه حیفتو اعلام کرد. حیفتو در ازبکستان به معنای آگاهی قطعی است. در این جلسه بختیار رحمانوف که معاون اول حاکم تاشکند بود اجرا کننده وظیفه حاکم و معاون دادستانی کل ازبکستان ارکین یلداشف دادستانی پایتخت تعیین شدند و میرزیویف به یلداشف امر داد که پیش از همه تا کجا در کروس دست داشتن حاکم سابق آرتیک خوجایف و آدمان او را تفتیش کنند. در شهر استرافشان راننده مامور شریپوف با آن ابدار می شود که از اطاعت به طلبات ناظر بدعه سرکشی کرد. مامور شریپوف اولو در حبس پیشکی قرار دارد
و او را دیده و دونسته برقصدانه پخش کرده است. طوری اکبر شریفی سخنگوی ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت در نشر نوبتی برنامه میلیتیا خبر میکرد گزارش داد که این حادثه در عرفه سال نو صبح 28 دکبر سال 2022 تخمیناً ساعت 9:30 رخ داده است. بنا به اطلاع رسمی راننده ماشین طبقه اوپل استرا رقم قید دولتیش 5565 AK02 شریپوف مامور اکبارویچ سال تولدش 1987 ساکن دهه ووگات در کنار شهر استرافشان هنگام حرکت در خیابان اسماعیل سامونی در نزد بازار مرکزی استرافشان که یکی از جایهای سیر ماشین و از مکانهای پیوسته تنبشوی به شمار می رود ماشینش را در یک جای ممنوع نگاه داشته است. ناظر کلان شوبچه بدهه شهر استرافشان لیتنانت احسان مویدینوف از مامور شریپوف طلب کرده است که حجت‌هایش را برای پر کردن پروتکل درباره ویران کردن قاعده‌های را به او بدهد، ولی راننده از دادن اجرت رانندگیش سرکشی کرده کوشش کرده است که از جای حادثه فرار کند. در ثبت ویدیو کامراهای نظارتی دیده می شود که راننده ناظر میلیسا را که در سر راهش ایستاده بود با ماشین پخش کرده سپس از آنجا فرار می کند. در نتیجه پای کارمند بدیه شکسته او جراحت جسمانی برداشته است. عبدالحفیظ عوضمراد یاردمچی پروکورور شهر استرافشان گفت در داستان این شهر نسبت به مامور شریپوف بر اساس قسم دوم ماده 328 کودکس جنایتی تاجیکستان پرونده جنایتی گشودند. به او بر اساس این بند قانون همچون جزا محدود کردن اساس‌زودی به مهلت از 2 تا 5 سال تعدیل می‌کند. وزارت موارد و علم جمهوری تاجیکستان روز 14 ژانویه سال 2023 خبر داد که با در نظر داشت سرد آمدن هوا و ادامه یافته آن اینچنین با مقصد حفظ سلامتی تربیت گیرندگان و خوانندگان تعطیل زمستانه خوانندگان مکتب‌های میانه و تربیت گیرندگان و مؤسسه‌های تا مکتبی تا 20 ژانویه سال 2023 تمدید کرده شد. این حرکت بار دوم است که این وزارت مهلت تعطیل زمستانه را تمدید می‌کند. طبق نقشه تعطیل زمستانه میبایست از 1 ژانویه تا 10 ژانویه دوام می‌کرد، ولی وزارت هفته پیش با عین دلیل سردی‌های خیلی سخت تعطیل را تا 16 ژانویه تمدید کرده بود. تصمیم تا 20 ژانویه ادامه دادن تعطیل زمستانه در حالی است که تاجیکستان اینک تقریبا یک هفته باز در پنجه سردی‌های در 15 سال اخیر به سابقه قرار داشته. حرارت در دوشنبه شبانه تا 22 درجه و روزانه کمش تا 11 درجه سرد می شود. هواشناسان می گویند تخت و توز سردی‌ها در تاجیکستان و کشورهای دیگر آسیای مرکزی می تواند تا 25 ژانویه دوام کند. روسیه جسد یک شهروند دیگر زندانی تاجیکستانی را به نزدیکانش داده است. به قول پیوندان بلبل دولتچویویچ 40 ساله از ناحیه دوستی ولایت ختلون با گناه قاچاق مواد مخدر در سال 2007 در زندان سن پترزبورگ بود اما در اوکراین کشته شد. نمایندگان حکومت در ناحیه دوستی روز 11 ژانویه خبر مرگ دولتچویف را تصدیق کردند ولی جزئیات ندادند. یکی از نزدیکانش گفت به اطلاع جانب روسیه بلبل دولتچویف روز 19 اکتبر سال 2022 از زندان به میدان جنگ در اوکراین رفته است. معلوم نیست که چگونه. ایرج دولتچویف برادر بلبل دولتچویف روز 12 ژانویه به رادیوی آزادی گفت مقامات روسیه سبب رسمی مرگ او را تیر در سینه و خونروی زیاد نامیدند. برای اعضای خانواده دولتچویف روشن نیست که او در چه شرایط به جنگ اوکراین برده شده است. قبلا یوگنی پریگوژن از صاحبکاران نزدیک به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین برای عوض شرکت در جنگ به محبوسان وعده داده بود که آنها عفو کرده می شوند. در ماه دکبر سال 2022 در ولایت ختلون جسد 2 نفری را دفن کردند که به قول پیوندان و دوستانشان در روسیه زندانی بودند اما ناگهان در اوکراین پیدا و هنگام درگیری کشته شدند. جسد بابا عزیز تویدیف 22 ساله را روز 12 دکبر از روسیه به تاجیکستان آورده در زادگاهش نویه یووان به خاک سپردند. جسد منوچهر شادوف 28 ساله را در نویه کوشانیان برانیدند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.